بچه چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز یه ویدیو بوم براتون آوردم. اگه ویدیو قبلی ما رو دیده باشید تو چنلمون گفتم اگه لایک های اون ویدیو به 12 یعنی به بالای 10 تا برسه مود هک فری فایر رو براتون میذارم، یعنی ویدیوشو میگیرم و از اونایی که لایک کردن ممنونم و لایک های این ویدیو به بالای 10 تا رسید و الان اومدم ویدیوشو براتون بذارم. خب اول باید فری فایر رو ببندیم. ما اینجا به 2 تا برنامه نیاز داریم. یکی یه برنامه به نام ایجیتول V84 و یه برنامه به نام شیزوکو. ببین این شیزوکو رو از تو گوگل جستجو کنی میاد یا فروشگاه، فرقی نداره. ببینید بنویسم، ببین خودش هم اولی این نیست. برنامه دومی که مورد نیازه برنامه کجاست؟ ایجیتول V84. این برنامه یه فایل هکه. ببین الان من میرم داخل برنامه، برم بر نوشته دو تا فری فایر آورده، فری فایر مکس و فری فایر نورمالی که داریم خودمون پلی میدیم. میزنیم روی فری فایر نورمال، اینجا یه استارت هست. این یه رمز میخواد. این فایل وقتی که نصب شد فایل رو براتون میذارم، یه رمز میخواد. اون رمز هم در ادامه بهتون میگم. اینجا ببینید الان اونجا نمیره، اوپن شیزوکو میخواد. خب ببین وقتی شیزوکو رو نصب کردین میان تو این قسمت اینجا نوشته پرینگ یا همون وسطی، میزنید روش. اینجا developer application رو میزنید. اینجا یه صفحه براتون باز میشه به نام گزینه‌های توسعه دهنده. اینو بهتون یاد میدم چطوری اصلا اون صفحه براتون فعال یا نه. میاید پایین اینجا اشکال زدای USB رو فعال میکنید. این یه ارور میاد، چیز خاصی نیست، عادیه. همچین چیزی براتون میاد، تاییدش رو میزنید. بعد این که هیچ، یه اشکال زدای BC من فعال میکنید. این به وای فای نیازه، متاسفانه من الان به وای فای نیستم. اینو وصل میکنید. وقتی میرید توش یه دونه کد هست، میزنید رو کد. بالا اینجا یه جا براتون باز میشه چه کد اونجا بزنید. فهمیدید؟ برای گوش های شومی یه دونه گوش چطور بگم، یه چیز اضافه هم باید فعال کنید. اشکال زدای USB تنظیمات امنیت، اینم باید فعال کنید. من الان مورد فعال نیاز نیست چون که به وای فای بسته. وقتی که اینا رو فعال کردید میاد توی برنامه شیزوکو و اونجا باید کد جفت سازی رو بزنید. اینجا خودش میاره صفحه رو که بزنید. وقتی رو زنید استارت رو میزنید. ببین برای من ارور میاد چون که من بس نیستم. استارت رو بزنید این اوکی میشه. بعد میاد تو برنامه و همه چیز اوکی. میزنید فری فایر نورمال استارت، این میری توی برنامه چطور بگم، همچی از اسکین گان لولی تا ساکورای هیپ هاپ و خیلی الیت های قدیمی و ست های شاخ. الان این گزینه توسعه دهنده رو از کجا فعال کنیم؟ ببین اول میاید تو تنظیمات گوشیتون، یه لحظه، اینجا در گوشی های شومی درباره گوشه ببینید میاید اینجا بنویسید نسخه میاد تو این نسخه میوی شیومی دیگه میزنید روش چند بار. براتون حالت توسعه 10 بار روش کلیک میکنید تا براتون حالت توسعه دهنده رو فعال کنه.
وقتی که فعال کردید به احتمال زیاد این توی تنظیمات بیشتر انتهای صفحه گزینه‌های توسطه‌اند است یا این پایین آبی در گوشه سامسونگ. این از این. حالا ایدیتولو فایلش از کجا پیدا کنیم؟ شما باید عضو کانال تلگرام ما شید. متاسفانه تو روبیکا اجازه گذاشتن فایل رو نمیده. برای همین عضو کانال تلگرام ما شید که لینکش هم تو دیسکریپشن براتون میذارم. این از این. و اینو بگم هیچ گونه بنی نیست، تضمینی از طرف خودم، هیچ گونه بنی در کار نیست. وقتی که این کارو کردید میتونید از هر فایلی استفاده کنید، مثلا از 3 تا اسکینگان و مثلا بذار بره تو گیم خودم بهتون نشون بدم یه لحظه که واقعا کار میکنه. ببخشید برو تو گیم تو جون عزیزت. آها رفت. فقط ویدیو رو تا آخر ببینید، نکته‌های ریزی هست که ندونید نمیتونید این کارو بکنید. آها بانی کهکشانم اومد، ببینید الان بذار برم تو ستام ببینید کدوم بود، مثلا این ست. ببین من همچین چیزی امکان نداره داشته باشم. ببینید سه تا فقط این از این دیدید. من این اصلا بریم تو اسکینگانا این برنامه توی اینجا ببینید مثلا من AK 40 ندارم ولی اینجا دارم. ببینید اینجا مینون دارم اینو. بعد کجا بودون پیداش کنم. ببین من مثلا اینو ندارم. ببینید MP Max، تامسون مکس، شاتگان امبه برای دولون هم هست ولی من زیاد خوشم نیست. برای سنایپ این از این دیگه چیزی رای نمونده. خب فقط ببینید تک به تک نکنید، ویدیو رو کامل تا نبینید امکان بنش هست. پس کامل ببینید. من همه چیز رو بهتون توضیح دادم شیزوکار از کجا نصب کنید. بعد ایدیتورم فایلش رو تو کانال تلگرام میذارم. این از این دیگه چی موند؟ و اگه لایک این ویدیو بالای 15 تا باشه، چون این برنامه هر هفته یه بار دوباره آپدیت میده، آپدیت جدید که ایونت های جدید که باز اومده رو اضافه کنه. برای همین اگه لایک این ویدیو بالای بازم 10 تا باشه پارت های بعدش هم براتون میذارم. اگه هر گونه اشکال تو اجرای برنامه داشتید حتما تو کامنت ها بگید. همون لحظه اگه دیدم جوابتونم تو همون کامنت ها بهتون میدم. تمام. اینم از این. ببینم دیگه چی مونده. چیزی کلا اینم گفتم. رمزش هم حتما آخر ویدیو زیرنویس میشه. این چی رو اومد بیرون نیدن. آره آخر ویدیو زیرنویس میشه. خب ببینم دیگه کدوم کارمون. و هیچ گونه بنی هم نداره، اینو مطمئن باشید، این تضمینیه. چون که اگه ببینید من خودم حدود 1 ماه دارم ازش استفاده میکنم و هیچ اصلا بنم نشدم. ببینید بذارید نشون بدم که میتونم اسکواد بیاد یا اسکواد بره. یکی بیاد تو نزدیک زود بیاید دیگه. دیدید؟ اینم از این. زنه شد. خب مرسی که تا اینجا تماشا کردین. فکر کنم همه چیز رو بهتون گفتم و اگه هر گونه مشکل دارید تو کامنت ها بگید. لایک ها این ویدیو رو هم بهتر کنید که برای پارت های بعدی. خدا نگهدار.